دوستان عزیز، من اومدم اینجا توی آرایشگاه، میخواستم آب بخورم چون مویی ندارم برای اصلاح. بعد یهو متوجه شدم که 7 نفر از بهترین میکاپ آرتیستای ایران اینجان. الان یه حس عجیبی بهم دست داده، دقیقاً حس پیتبول هم دارم. به تو فکر کن پیتبول با جنیفر لوپز میاد رو صحنه، ما با این پشما و ریشا اومدیم رو صحنه، میخواد بکنید و ببرید هر کاری کنید شما. داره میزنه اسپری زدی؟ کسانی که به دیار باقی میشتافتن رو اینا موهاشونو اصلاح میکردن و موها رو پودر میکردن. پودر مو به صورت تاپیک به کله ها زده میشه. دوست عزیزی که تاپیک میزنی، اون موی مرده انسان هاییه که مردن. خدای موها رو